سلام به ویدیوی دیگه. گفته بودید که برای کامنت هم یه دونه TNT در نظر بگیریم که من 10 تا از این TNT ها گذاشتم چون ویدیوی 10 تا کامنت گرفته بود و بقیه جواب من بود. من کامنت ها رو شمردم. همین الان بازیم لگ آقا، بدون معطلی بریم که بتر کنیم. اول از این تاکسی شونده، بعد این، بعدم این. بچه اون داره شیک میزنه. اوه یه حاجی، معلق شدم پسر. حاجی این چه سمیه. اوه آمین. چه خوب شد همینجا این چالش رو من تموم کردم چون شما چی نشده یه عالمه لایک و ساب کردین. بچه کاش که میرفتم تو ویلیج میذاشتم. اون ویلیج هنوز برام لود نشده بود، میخواستم ویدیو بگیرم. حاجی حیف شد. هرستون از این ویلیج رو خالی میشه. حالا بعضیایی که ویلیج دوست دارن زیاد به دل نگیرن. من که میدونم کسی نیست ویلیجر دوست داشته باشه، همشون 50-50 ویلیجر رو دوست دارن دیگه، خیلی باشون دشمنی دارن. البته فکر کنم خونه اولیه خراب شد، شما خیلی لایک و ساب کردین. بچه من دارم میرم. بچه وای بچه من دیگه نمیتونم اینجوری ویدیو رو بگیرم. اگه از اینجا دور بشیم دیگه نمیتونیم انفجار رو تماشا کنیم. آقا بریم ببینیم چی شده. اینکه هیچی نشده همین کلا. حاجی بیشتر از اینا من انتظار داشتم، این که خیلی کمه. رفتم دیوارا، خیلی این کمه. اصلا من از این انتظار اینقدر نداشتم. این خیلی باید بیشتر می بود. نکنه گوشی من از لود نکرد. اون دو سفیدی چی بود؟ فکر کنم لود نکرده، چون این TNT واقعا خیلی پر قدرت. اما الان این کو قشنگ باید اینجا قشنگ متلاشی بشه. میدونی من چقدر لگم؟ ولی نباید باشه. اصلا گرول داره از کجا پرتاب میشه؟ برف گرول. اینجا ما گرول اصلا نداریم. نگاه کنید ذره. حاجی اونورم فکر کنم ترکونده. نگاه کنید یه چیز عجیبی دارم. حاجی مپ لود نمیشه یا نه اینجا ترکیده؟ اینجا چه سمیه؟ مپ مثل این که لود ابوالفضل این رویا نیستن بچه. این الان باگ محسوب میشه، میره میاد این. و اگه ما بخوایم عظمت رو ببینیم اینجا هنوز TNT داریم که در حال ترکیدنه. بابا باری کلا. به واقعا به. خب بچه این شد عظمت ترکیدن و من راضی ام از این تصمیم که ادامه ندادم این چالشو. واقعا قرار بود گوشیم بتر که مثلا کوه چی شد اصلا بچه‌ها؟ کوه چی شد؟ من نمیفهمم کوه چی شد. آقا دیگه من از این چالش خدا وکیلی اگه بزنم همون سابسکرایب قلبی هم حساب میشن دیگه. آقا دمتون گرم که لایک کردین، ساب کردین، گوشی منو به فنا دادین. دیگه گوشی من خیلی داغه، باید استراحت کنه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. البته اینم بگم مدل گوشیم هم شیائومی نوت 13 ردمی هستش. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.